سلام به همگی، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. توی این ویدیو قراره که 90% استراکچر چراغ دکوری که قرار با خمیر پاپیون باشه کاور بشه رو بهتون یاد بدم. اگر قسمت اول رو ندیدین لینکش رو این رو بالا براتون قرار میدم، حتما اون ویدیو رو ببینید و بعد بیاید این ویدیو رو نگاه بکنید و ببینیم که اسکلت سازی این کارمون به چه شکلی میشه. پس بزن بریم ببینیم. خب بچه‌ها، میخوایم اون هلال بالای کار رو بیایم بسازیم. دو روش داره که هر دو روش رو بهتون یاد میدم. اول اینکه بیاین اون حالت دایره لوله رو روی مقوا کارتون ایجاد بکنید، وسطش رو یه حفره ایجاد بکنید و بعدش بیاین سیمتون رو از تو لوله رد بکنید و از تو این مقوا هم رد بکنید. حالا با چسب 1 2 3 این تیکه مقوایی رو به لوله‌تون بچسبونید. بعد از اینکه این تیکه به لولتون چسبید، شروع میکنیم به شکل دادن کارمون با روزنامه. ببینید روزنامه رو قبلا هم بهتون آموزش دادم. باید یک بار مچاله بکنید، بازش بکنید، دوباره بهش فرم بدید، یه سطح صاف براش ایجاد بکنید که بتونید راحت اینها رو روی همدیگه سوار بکنید و اون حالت هلال رو ایجاد بکنید. یکی از روش ها این هستش. حالا روش دوم رو هم بهتون میگم که من برای این کار از روش دوم استفاده کردم، چون انگار که روش راحت تریه، هرچند طول میکشه به نسبت این روش، ولی من اون روش دوم رو بیشتر میپسندم چون خروجی کارم تمیزتر خواهد شد. برای روش دوم شما یه بادکنک رو باد بکنید طوری که قطر این بادکنکه بشه اندازه قطر لولتون. بعد از اینکه به اون سایز مد نظر رسید، شروع میکنید یه سری باریکه روزنامه رو آغشته به چسب چوب میکنید و روی سطح بادکنک میزنید. فقط دقت کنید بچه‌ها، 1 لایه 2 لایه کافی نیستش. من حداقل 6 7 لایه روی کارم، روی بادکنکم اومدم روزنامه چسبوندم. بعد از 24 ساعت بادکنک رو از سطح روزنامه جدا میکنم و میبینید که به واسطه یه بادکنک و چند تا باریک روزنامه چقدر راحت اون حالت هلالی رو ساختیم که چقدر هم مستحکم هستش. حالا همین سازه رو که ساختیم داخل لوله میبریم و با چسب 1 2 3 محکمش میکنیم به سطح لوله، به اون لبه های لوله. بچه‌ها برای پایین کار نگاه کنید، من از یه جعبه استفاده کردم. قبل از اینکه بخوام از این جعبه استفاده بکنم، تصمیم گرفته بودم که از یه روش دیگه استفاده کنم. توی قسمت قبلی دیدین که من اون هلال رو ایجاد کردم و خواستم اون رو حالا برم برش بدن، چوبم برام برش بدن که سطح پایین کارم مستحکم‌تر بشه. ولی امروز تصمیم گرفتم با همون وسایلی که دم دستم هست، شما هم ممکنه که دم دستتون باشه، اون قسمت پایین کار رو بسازم. خب من یه جعبه داشتم و چند تا آکاسیف. همین برای کارمون کافی هستش. آکاسیف رو برش میدم و برای انتهای جعبه ازش استفاده میکنم. فقط صرفا به این علت که این لوله‌ای که میخواد بره داخل جعبه، سطح پایین لوله نمیرسه به پایین جعبه. برای همین اون داخلش رو با آکاسیف میارم بالا، ولی چون خیلی نمیاد بالا، عرض کم جعبه‌مو همینطور که میبینید یه برش میزنم و از ارتفاعش کم میکنم تا لولم راحت تر بره داخلش. دیگه بچه‌ها اینجا دست خودتون دیگه، هی مدام باید ور برید با این وسایلی که دم دستتون هست تا به اون حالت استیبلی که لوله روی پایه کار بشینه برسید. مثلا من اینجا باز دوباره فکر کردم که اون ور یکم انگار لبه‌هاشو بیام گشادتر بکنم که لوله کامل بره داخل و وسط قرار بگیره. اومدم با کاتر یکم برش دادم. حالا لوله رو برای اینکه به جعبه بچسبونیم، من از چسب نواری 5 سانت استفاده کردم. چندین دور محکم دور جعبه چسب زدم که جعبه وا نره و خب تا زمان خمیرگذاری اوکی باشه. استراکچرم باید خیلی محکم باشه، یعنی چندین بار من این رو اومدم چسب زدم و از اون زاویه دیگه هم این کار رو ادامه دادم. اومدم یه تست بکنم ببینم که اون ایستایی رو داره یا نه. 2 تا لوله هایی که ساختم رو آوردم روش سوار کردم و دیدم که بله، اون ایستایی که باید رو داره. حالا نیاز دارم که قسمت وصل این جعبه به لوله رو بیام حالت هلال بهش بدم. بچه‌ها برای اینکه اون حالت هلال ساخته بشه، برای اینکه حالت‌های مختلفی به استراکچرتون، به سازتون، به اون اسکلت کارتون بدید،
باید از روزنامه کمک بگیرید. روزنامه خیلی کمک میکنن. روش حالا کار با روزنامه رو هم گفتم دیگه، یه بار مچاله میکنید، بازش میکنید و بعدش میایید اون حالتی که مچاله میکنید مچاله رو زیر میبرید تا یه سطح صاف بهتون بده. همونطور که توی تصویر میبینید من هم همش مدام دارم روزنامه ها رو به همین شکل تا میزنم و بعد شروع میکنم اینا رو چسبوندن روی اون قسمتی که کم داره و اون هلال رو ایجاد میکنم. من این قسمت ویدیو رو روی دور تند گذاشتم که اگر کسی دوست داشت این مراحل رو ببینه، ولی خب توضیحات بیشتری نداره دیگه. همینجور با روزنامه هی سعی میکنم اون حالتی که مد نظرم هست رو به این حاشیه‌های کارم بدم و هر دو سمت رو به همین شکل پیش میبرم. اون بین دو تا لوله رو، اون هلالی که مد نظرم هست رو اعمال میکنم، همش با همین روزنامه ها. و از خروجی کار هر کجای نیاز باشه یه با روزنامه یا زمان خمیرگذاری اصلاحش میکنیم. منتظر ویدیوی بعدی باشید که توی ویدیو بعدی قرار خمیرگذاری و حالا سیمکشی و این لامپ و اینجور چیزا رو بهتون آموزش بدم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.